شنو مونده شنو از سهر صبح که من بیام آدم به سهر ریزه بینا به اودری خلاص نمیشه کی باید گیلگیو شتانی کسی جنجره شو کرده نمیشه چه کار میکنی؟ شعر شهید من تیر شدم آدم چیز پمپ ها دیدم که گپ میزنه من گفتم این کیه اینجا همین زمیندار گیل لگای میده اودری داره تو اینجا بالا شدی؟ ما 5 دقیقه سر خوبک دارم خر میشی؟ سو وقت من بیام آدم برو در به اودری خواهی شو خوبه گیلگیو کار که به من نداری نه برو کم یک بخورم از پمپ فدای سر تو گیلگیو خداحافظ کار نه نه بخیر بری گیلگیو خداحافظ دستات اشتی اخه رو خورم بشش تو دستا رو خورم بشش خواهی میشی ها؟ آه گیله اینه چاری اسکر نیت پر خوکره ساعت چند شده باشه ساعت او خلاص نشده باشه او گوشی خورد دارم با پیدا شته پر خوک شده ای کو گوشی به اینه کو گوشی به کو پولای که ما سوما برادر بودم باری سر این من میفهم اون کار کینه کارمو گیل دیونیه همودم بیا با دید کاسکت خوب بقدشتم همین جگاه سر خورم من بقدارم خیلی شد این گردن همه بند بیامده پولار بردشته گوشی من هم بردشته برفته تو سوار بکن خدا ایرتو پیدا نکنم ایرتو یه پیش ببرو اگه من کلی عجیبه تو او نکندم با پیدا خدا بده اون گیلک پیدا کنم این گوشی من برده خدایی رو شکم به خیر گوشی سیر نکنه چو سیکو باب افتادم به تعجب سلاح کسی های بابا خدا گیلک به خیر خوشی دور داره به در کنه من روزی به سر نمیای در نمیای
میگی رنگ نبیا اگه من پوستتو نکندم منه لای 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 نالی میبرن خیلی نه ماما بیچاره که ما کم علف فکرن گفت اگه از این پلوشا بکن خداوندی خیلی نالا میبرم ما گوسفندکا خودم سیر شد لا چیه؟ این برسه کن تو شرمایه داری چی کار شده؟ خجالت نمیکشی چیه خوی علفان ماما گفته بکن تو هم گوجه تو شرم نداری تو حیا نداری چرا دوزی میکنی اینا ما دوزی کدو برو ماما برد کن برو کلا گندرسه که تو با خداتون میکشو چی دون بدی پولار گپ پولار بدی زودی شو پولار بدی گوشی بر بدی اونا پولار سهر بوده گپ بخور بگو بدی تو چرا پولار بردیشتی برو آرامه پولار چی؟ پولار حتی کسی بردیشتی همه کنار سرعت بیدون سر خوب 5 دقیقه بردیشتو من اینجا بیانم بدی پولار بدی برو برد کن خود کلا گنده با خدا تو توقعات چی بزنم بیا بدی بزن گپ بخور بگو خود بدی پولار بدی چیه ماما؟ پولار بدی سر بکن پولار بدی چیه؟ پولار بدی کجا پول جوندمه؟ پولار هنم خیبینم حتی همین کشاس کن ببردیشتی ماما جون ما از این مله نیم من از این مله ماما گفتم وای ماما تیری گفتم علف بکنم که این با خود گوسفنده گفتم خاطر ما زمین ندن گفتم از این پل و شکا بخو بکن با کی بردیشته دیگه تو کجایی ماما جون تو کدوم محله ما از این مله نیم با کجایی از این مله با پینتر و تو اینجا چی مردمه اگه تو بردوزی نمیده بشی ماما که با خود ببینه تو تو با تانی جو اگه خودتا ندادم هر چی بستی بگو بفهمیدی؟ بله کجا پولت رو جوندو؟ پولار بدی ببینه تو ولا مشت من پول که با خدا نیست من خودتا نمست این تنگوشی با تو بله بزدم یا با خدا تو به تمیجو بینازم ما ور ندیشتم پولار چی کردی؟ نه چی بردی؟ ما یکی سامسه که پول بیفتی از گوشی بیفتی با خدا نیفتی و تمیجو میزنم من به تو بگفتم چیه ماما چیه؟ نیه پلاستیکه پلاستیکه من بچه اومد میگم اینه بگی تاری کسی تو چی داری؟ بله لالا نختار نماش کدی کلا گنه تو از کجایی؟ من قبرستون این 20 روپیه بده بیستی مر بده برو کاکا پولا منه بیستی تو بده که با خدا نیه میفهمی با بده با خدا تو را میگه که من نختی تاجو تو را مینادو تاجو کوبنده چی بچاری بله سعی شو داناله سعی شو کلا گندر سعی که تو با خدا بشی بشی بش که بخواهی و تو به کلا به تمیجو میزنم به بالا یفتر که ما بیام از این محله علف جمع کنم برو نفر دوست خود پیدا کن کجای پیار مادر تو نداری از خود خو تو صعب خو اینجا نچی بری نمیجه معلومی هستم فقط به دوستی کدام یه هم دوستی کدام یه هم میجه من تو دوستی نی تو بی محله چی مرگه بی کلا گندر سکو با خدا چلچلگه نه از تو میگم اینجا داری تو دوستی تو سعی تو توی رختام چی تیار کرد خدا نه ترسی بگیری بهم تمی جو بزنی زیراکش دست خیلی بودن این آدم بال دیوار چی رو من اشتا برابر که گردن همه دنیا گونه بود این تو پنسده گوشی به بایل اشتا اوقات خودی یا سخ ساخ تیلی سخ تیلی اینا رو ببرم بتا پلشیلی قایم کنم قرار که دیگه روزی
داری بیستی با قوار دارم تا با نوروز خرجه من بین بری اینا کردن قرار که دیگه اردم تا شهر برفتن قرار میرفیشون بخو مرتکه میگم برو دار بگیره من 7 سال هستم برو دیگه میشه جاده گل باشه کاش نکو نویدی بلنده مگر کوتاه کن که قربان سرسیم دم نکنه خیریت؟ شما اشته مردمه شما خیریت چی نگاه مردمه این پولا از تفلق ما دست از پول دادم تو برو پولا بده به مو چا بده که پولا او داریه اتا کسی از مگه گلاک بیام پولا اتا کسی مس مگه ساز گیلاک کجاست؟ گیلاک کجاست بچه شما گیلاک؟ تو گیلاک بده چیش میشه؟ ماما نرو دمی ما سوخه جون بیام پیش به من بقلم میام جوگا خونه چه بیتاموس ساق دادشم ما جوگا جون جلوتر بیام بابا میگم اون در بشی چه کار میکنی فلان میکنی ساق وقتش تو غیر از هیچ کس نگه پیش بلام پولا بر برداشته ببرده آنکه گوشی برام ببرده کاکا جو به 1000 سال اگه بچه خود میشستون به 1000 سال کار نمیکنه با خدا غیرت گیلاک دیگه یا گناه کردی که بیاد پیش اون نبیسی داده تو زنگ زنه برای بچه خود زنگ زنه زنگ برای گوشی داره که من زنگ زنم بابا گوشی پولا برامر برده بابا جان بچه به 1000 سال کار نمیکنه خود بخنه میندازونه بالیا ای برا بس بدیده که بیامده پیش آمده سر خو بگدشته برفته واسقات خو بگدشته سر خو بگدشته میگو برخسته برفته خود خو انحال از دای کسی نیه انحال شما اردی برا بیان پیش می ها بفهمیدی من اینجا میره سر خونه اگه واسقات نگم میشه پلو گم میشه بخن شما بندازون خوب اونی بپرسیم هم لالا رمضان جیغ نکن لالا دیگه بیا لالا یک دقیقه بیا لالا یک دقیقه میگه بیا شما خود لالا گپ زنیم بیا لالا شما بیاین ولی که شما صدا کردم بیاین بفهمیدیم ماما بفهمیدم با خدا خواسته گیلاک میکنم میگم کاکا جو خور بخن کسی ننداز این تا غیر گیلاک دیگه بلی اومدی اصلا نخور لالا خدا میدن گپ زنیم لالا رمضان پولا گوشی هم برا مرده بچه از اینا میگم لالا رمضان شما چند دفعه بمی سارا بیل و کولنگ و فرناز توقع چی چیزی بمی سارا واسکات شما بیده چند دفعه دیدیم به گیلاک باشیم حتی بیل شما ببره یا کولنگ شما ببره یا واسکات شما ببره بدیدیم شما نه تا حالا ندیدم چرا گپ سر چیه لالا ماما جو گیلاک بیل ما چیکار کولنگ ما چیکار کنه ما به سر داری بیدو من اونجی برفتم پانده که ساق بگذارو گیلاک گمود بالا سر ممونده نبشی هم بداد اسکات خمیر بدار کردو با هم بالا سر خو بگشتو گم بیدار شدو محکم نی گوشی من نیم پولایی که ما سو بدو بالا داری گیلاک می کارا میکنی گیلاک دیگه بنی اومدم نماده پیش می هیچ کس نماده فقط گیلاک آمده یک کمه بیدو یار ما تا حالا به می سهرا نمیگم که گیلاک بجونده یا نجونده ما تا حالا به می سهرا ندیدم یا نشنیدم که کسی بگه از ما لباس گم شده یا واسکات مار بردن یا پولا مار بردن یا گوشی مار بردن حتی از ما بیشتر وقتا واسکات نمیفهم شو به نمازدگر میمونه سبا سو میام پس به سر جا خودشته خب پس کی برده از این لیوان در اور من نمیتونم چی آماده برده حالا ما چیزی گفتن خیلی نمیتونیم لازم ما همه آدم ما نروز آدم به گیلاک اگه پیش من آنی تو به چشم سر بدیدی به چیش پس ما 100% مطمئن و گیلاک همین گیلاک بخوایم از امون بپرسی اگه همون گیلاک نبود اگه من 5000 روپیه دقیقا به گیلاک ندادم من از امون گیلاک بیارم زنگ زنیم گوشی نداره کجا زنگ زنم رقم بشه گیلاک پیدا کنه با مادر زنگ زنه مادر گوشی داره زنگ زنه که بیا پرسان کنه کجا برفته خبر نداره کجا رفته دیگه من نمیفهم شما میفهمیم شما بچه خو خبر نداری لالا شما همون بچه خو خبر نداری جنجال نکن برارمه جنجالی چی داره ماما نمیدونی من بیایم خود من تلاشی میکنم اگه بود به تاکسی پلا تو را میستونم گوشی تو را با خودم تو اگه نبود به خدا در سرا تو میکنم بالیا خوبه که تو بچه متواد بسته میکنی اینا هم بچه خود شما هم میشناسیم اگه مامان نوروز وردشته باشه لالا جان خودشون فکر کنه خودشون فکر کنه یعنی چند واسکات تو چمی سارا بته بوده بل تو چمی سارا گذشته بوده خود شما یعنی طالب بشنیدی خود شما میفهمید من میرم گیلاک پیدا میکنم برو گیلاک پیدا کن باشه باز من دارم خودشون مت که بیا سر کو خود یا کجا قط خوبی اون داردار میکشه
بر مدر گیلک سرایه حالی همو هم یک ترمو چای به من ری کنه به پیش گیر از دی ترک به دستی دیدی یک ترمو چای ری کنم به خداحافظ خداحافظ چی بیام دو خور بیخند میندازم که بچه تو گیلک پولو را تا کسی موردش خودی بیشی باشه بیا که روزمه پرسان کنم فکر زیر دارم کیسه زیر تلاشی کنم با من میفهم که چه کار کنم بخوده باشه یکی تو بیای میگم میرخسی خود آمدن خو بله بابا میگم میرخسی خود آمدن خو نه بابا شبالی لالا زربان شب من چی مروری دانه دانه عروس خالی من تختی عروسی بگیرین دل بر یارانه الله بابا مبارک باشه بخت چه کار میکنی؟ شرشر باران جشمی بیا در جانه اواسو ارمانه میگم چای ریختن نمیره غمه یخ کنه بابا زیم 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 خوندن یاد گرفتم بابا زیم زیمه میگم بخونم من یک سوال است دارم دستمان شما هم بیاورد میگم من یک سوال دارم بله میگم کج بشی راست بگو خب و تا وقتی کجی نرفتی تا وقتی کجی؟ نه نرفتی اصلا 10-15 روز میشه کجی رو ندیدم اشته که امرو براری و خود دل استا بری و سرزمین به پیش میرسیدم که گیلک بیانده پیلا مروادشته خود گوشی مرجونده برده نه آه من پیلا گیلک برد پیلا کجی رو بردم آه پیلا کجی رو خود گوشی رو بابا من دیگه ای تو بی دول میرسیدم مردی برا نه بابا باور کن ما سامین تو سرمی یک کلشی هم تو بکن تو سر بپالیم بابا کلی در سرایه می خبر بدیم رنگه که زنو بزیر خاک چی؟ همی کجی رو براریو اونا مدام بزیر خاک شه اینا اشته تومات بسته کدم کجی یکه بجا نیلولام بود نولام بود نیلولام بود آه ای تا بی دول میرخسیدم هردو برا قسمات رو میخوردم قسما کیم پیار مرد بیایه همین پیار من نیلولام مرد بیایه ما برای نباگفتم گفتم بچه من علی کار نیه من علی کارم بابا نه پیار من میگم علی کار نیم من نیم رنگه که زینو به خاک شه آخه آسته دیگه بسختی دیگه چایر پوف کو بخور دیگه بابا ها من میرم کجا میری؟ مادر میگفتن شکم بابا بار کردم من چای بابا به پیار کن برو منو تا پختش دیر میشه انا من میرم شکم بار بیارم بابا خوش دارین شکم میشه طوره برو خب دیگه چیکار کنم دست مادر تو دیگه چی نخوتم بنداختم بابا چیزم بنداختم کیچلو هم بنداختم بابا گردنم و بند باشه یک شکم با نشده که ایتو بخوریم مگرم ایتو بی دست و پا بی دولو ساز برقصیم بابا چی وزی بکنم من میرم من چای خونه میخوری؟ نه بابا بابا اگه میشه که من کجیر بیامد بزد خوش شرف کنم چیکار کنی؟ از خود خوش شرف کنم و بزنم بزیو خوبه میگم خور به خر نمیدازی من دوزم بزی اردی برا رو بزگ و اردی برا رو مادم ظلم نمیکشه بابا با کجیر ظلم میکشه خوب نیلولا نمیتونم بابا با میفهم که خود نیرولا با من چی رقم گپ زنم تو استیکو بابا چه اله سالم ایشته توماتی بسته میکن دری پول به کسی نبود رنگه که زینو به خاک شه بی دول بیاندن اینجا به من برقص شدن که چون بچه تو چه کارک کرده بچه تو فلانک کرده
می اطمینان داشتم به بچه خو کی کار نمیکنه